اینجا یار منو زد، ناکش کرد. منم فهمیدم یک نید انداختم و رفتیم جلو. اینم از این. اینم ما ناک کردیم، میگفتش نزن. الان من میام. این یارش اون بالا بود، میخواست ما رو مفر کنه. اینم از اتچمنتش دوستان. الان از اینجا به بعد گیم پلی با اتچمنتش شروع میشه. اینجا هم بچه نکنید گانش هم اگه اشتباه نکنم 117 بود. اتچمنت فوق لیزر، یعنی اتچمنت بر اساس نه سرعت ADS نه اینجور چیزای اضافه. اتچمنت بر اساس دمیج رنج و همینطور اگه اشتباه نکنم بر اساس فایر ریت. یکی فایر ریت یکی دمیج رنج. برای همین اتچمنت واقعا لیزر شده. سرعت ADS